سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. خیلی خوشحالم که امروز مجددا با یک ویدیوی دیگه میتونم در خدمت شما دوستای عزیزم باشم. قبل از هر چیزی بهتون بگم مسیب هستم از کانال یوتیوب زندگی در ترکیه و امروز میخوام با یک ویدیوی دیگه در رابطه با شرایط گرفتن اقامت ملکی در خدمتتون باشم. مدرک جدیدی که از قبل میگفتن باید باشه ولی بهش توجه نمیکردن، ولی الان دیگه اجباری شده و باید حتما جزء مدارکتون باشه اگر میخوای که اقامت ملکی یا همون تاشنماز بگیرید در کشور ترکیه. البته الان کارشناسایی میان مینویسن تاشنماز مالی درسته، ولی خب ما همون تاشنماز مال باید اقدام بکنید و بگیرید. در واقع این مدرک رو باید توی مدارکتون بذارید. خیلی ممنونم که میبینید این ویدیو رو. خواهش میکنم که از ما حمایت کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی هم دارید در قسمت کامنت ها بنویسید سوالتون رو، قطعا جوابگوی سوالات شما دوستای عزیز خواهیم بود و اگر خواستید خیلی سریعتر به جواب سوالتون برسید میتونید از طریق لینک های ارتباطی که در پایان هر ویدیو براتون میذاریم به صورت دایرکت و مستقیم با ما در ارتباط باشید و خیلی سریعتر جواب سوالاتتون رو بگیرید. ببینید دوستای عزیز، قبل از هر چیزی من اینو بگم خدمتتون، کانال یوتیوب ما کانال آموزش زبان ترکی نیست. واقعیتش رو بگم، حالا سوء تفاهم نشه برای خیلیا. و اگر کسی غلط در واقع تلفظی میبینه از ما، یه چیزیه که عادیه و احتمال داره توی هر زبانی این اشکال به وجود بیاد و هیچ ربطی نداره به کاری که ما داریم انجام میدیم، ولی در حد توان سعی میکنیم که هر آنچه که هست رو به صورت درست و صحیح به شما دوستای عزیز ارائه بدیم. خدمت شما عرض کنم که از تاریخ 28/11/2024 یعنی تقریبا الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم میشه تقریبا نزدیک به یک هفته 2 هفته پیش یه قانون 100% دیگه تایید شد. یعنی چیزی بود قبلا یه سری اداره های مهاجرت نمیخواستن و اصلا توی مدارک میدادید یا نه اصلا کسی نمیپرسید که این مدرک توی مدارکتون باید باشه، ولی الان دیگه اجباری شده. و این نکته رو هم بگم، این اجباری که هست الان در اداره مهاجرت شهر آنتالیا هستش. احتمال داره شهری که شما دارید زندگی میکنید این مدرک رو نخواد ازتون، ولی بهتره که بذارید. میبینید کسری اوراق میخوره، چون من با سوالی که پرسیدم، پیگیری که کردم، گفتن که اجباری شده و دیگه باید این مدرک باشه، اگر نباشه کسری اوراق میخورید. ببینید دوستای عزیزم، مدارکی که شما به اداره مهاجرتی که ارائه میدید بسته به شهری که شما زندگی میکنید احتمال داره تغییر کنه، احتمال داره یک مدرک رو کلا ازتون نخوان، احتمال داره یه مدرکی رو ازتون بخواد که شما اصلا کسی ازش اطلاعی نداشته و شما نمیدونید اون مدرک چیه. پس بنابراین لطفاً اگر این که مثلا میرید مراجعه میکنید اداره مهاجرتتون یه مدرکی رو ازتون میخواد، تایم بگیرید برید مدرک رو بیارید اضافه کنید بهش. نگید که حالا اون یه چیزی گفته ولش کن، اون مدرک رو بذارید، چون میبینید اداره مهاجرت شهر شما روی یه سری مدارک حساسیت بیشتری داره نشون میده. ولی در حال حاضر اجباری که شده از 28/11/2024 که من اینو توی استوری ها در پیج اینستاگراممون گذاشتم و دوستان تا اونجایی که هستن توی پیج ما مطلع شدن که به چه شکله. ببینید قبلا میگفتن که کسانی که میخوان اقامت ملکی در کشور ترکیه بگیرن باید خونهشون داسک داشته باشه. بله باید داشته باشه، ولی توی مدارک اعلامی به اداره مهاجرت این اجبار نبود. الان دیگه اجبار شده. الان دیگه اداره مهاجرت مدرک میخواد ازتون بگیره، میگه داسک کجاست؟ داسک باید باشه توی مدارکتون. داسک رو در کنار مدارکی که باید ارائه بدید به اداره مهاجرت، مدارک ملکی که هست، شما باید تاپوکایت ارائه بدید، شما باید نمراتاج ارائه بدید، شما باید در واقع چی بهش میگن آدرس کایت، مثلا اگه بار چندمتون هست آدرس کایت ارائه بدید، ولی اگر بار اولتون همون نمراتاج و همون تاپوکایت کفایت میکنه. به همراه این مدارک شما باید داسک هم دیگه ارائه بدید به اداره مهاجرت. البته الان کسانی که جدیداً دارن ملک میخرن خب میدونن که کسانی که حالا بیشتر توی کار ملک هستن در جریان هستن که دیگه برای انتقال در واقع تاپو داسک برای اون شخص اجباری هست و باید خریدار داسک رو به نام خونش خریداری کنه، بگیره. همون بیمه بلای طبیعی هستش، بیمه اجباری بلای طبیعی هست که باید برای خونتون بگیرید و اون بیمه رو باید شما به هم اداره تاپو ارائه بدید، هم بعدش برای
طی کردن مراحل گرفتن اقامت ملکی باید به اداره مهاجرت ارائه بدید. فرقی نمیکنه تمدیدی هستید یا بار اولی، در هر حالت داسک باید در مدارکتون ارائه داده بشه به اداره مهاجرت. دوستای عزیزم، این نکته خیلی نکته مهمی بود، خواستم بهتون بگم که تا استرسی بهتون وارد نشده، تا مشکلی براتون به وجود نیومده، این مدرک رو توی ذهنتون داشته باشید که اگر وقت تمدیدتون هست، اگر اینکه میخواید همین فردا، پس فردا، هفته دیگه، ماه دیگه اقدام بکنید برای گرفتن اقامت ملکی، بدونید که باید داسکم در مدارکتون بذارید و ارائه بدید به اداره مهاجرت. هزینه داسکم زیاد بالا نیست، جزء هزینه‌های خیلی جزئی هستش برای گرفتن اقامت. سعی کنید هر سال این داسک رو انجام بدید، بگیرید برای خونتون. برای یک سال یه خونه شاید در حد 50-60 متری یا 70-80 متری نهایتا بین 500 لیره یا 1000 لیره این هزینه داسک، زیاد نیست. پس بگیرید لطفاً که خیالتون راحت باشه و استرس نداشته باشید. این موضوعی بود که من خواستم امروز خدمتتون عرض کنم و بهتون بگم که در جریان باشید. دوست عزیزم، خواهش میکنم ازتون مجددا کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر سوالی دارید در قسمت کامنت ها از ما بپرسید. ما در حد توانمون سعی میکنیم که جوابگوی سوالات شما دوستای عزیز باشیم. اگرم خیلی عجله دارید و میخواید سریعتر به جواب سوالتون برسید، میتونید از طریق لینک های ارتباطی که داریم گذاشتیم براتون در پایان هر ویدیو به صورت دایرکت و مستقیم با ما در ارتباط باشید و اینکه ما سعی میکنیم در زمانی که مساعد باشیم در حد توانمون جوابگوی سوالات شما دوستای عزیزمون باشیم. خب بفرست حالا این ویدیو رو برای دوست عزیزت که اگر یه روزی میخواد اینجا خونه بخره، میخواد اقامت ملکی بگیره، اینجا اقدام کنه و در واقع این داسک رو داشته باشه توی مدارکش، یه موقع با مشکل نخوره، اقامتش رد نشه. چون خیلی‌ها میبینن آقا مدارک رو که تحویل میدن به اداره مهاجرت دیگه اصلا پیگیری نمیکنن، اون شماره‌ای هم که دادن به اداره مهاجرت میبینید شماره کسی که براشون راندوو گرفته، اصلا اونم نگاه نمیکنه که آقا این کسی اوراق خورده. ببینید وقتی که بی‌توجهی به اون پروسه درخواست اقامتتون بعد از 1 ماه که بهتون زمان میدن برای اینکه مدرک رو برید ارائه بدید، اون تایم اگر نرید ارائه بدید، ببینید پروسه درخواست اقامتتون ابطال میشه و در اون حالت شما پول خاک ضرر کردید، وقتتون رو ضرر دادید و خیلی چالش‌های دیگه‌ای بوده که پشت سر گذاشتید. دوباره باید برید از اول اینا رو اقدام کنید. پس اونجا که میخواید مدارک رو بدید، تحویل بدید به اداره مهاجرت، همونجا وایسید که چک کنن هر آنچه که کسر هست و بهتون بگن، شما برید بیارید و توی مدارکتون بذارید. باز هم میگم هدف ما فقط اینه که بیایم شما رو آگاه کنیم، بهتون اطلاعات درستی در حد توانمون بدیم که شما بیایید و اینجا با خیال راحت‌تر، با خیالی آسوده، در آرامش کامل اقامتتون رو بگیرید و در کنار خانواده‌تون بتونید اینجا زندگی آرومی رو تجربه کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا پایان دیدید. دوست عزیزم خواهش میکنم که اون لایک رو این پایین بزنید برام. ممنون، با امید دیدار.